نامحدوده و اینکه گفتن بالای 100 گیگ اگه روزانه استفاده کنید احتمال داره که مثلا واسه اون روز دیگه نتونین دانلود کنید، ولی من خیلی استفاده کردم، چند سال استفاده میکنم و هیچ مشکلی هم تا حالا نداشته و نخواهد داشت. رمزو بهتون ان شاء الله میگم و اینکه برای اون دسته از عزیزانی هست که شب بیدارن و بیشتر کاراشون رو شبا انجام میدن و میخوان دانلود کنن، میخوان فیلمی ببینن، بالاخره میخوان تو اینستاگرام بگردن، کارهای اینجوری که میخوان انجام بدن، میتونن از این بسته استفاده کنن و به صرفه هست و قیمتش هم مناسبه و میتونید استفاده کنید و لذتش رو ببرید. خب وارد تماس میشیم و اینجا ستاره 1000 مربع رو میزنیم همراه اول و گزینه هایی که میان، گزینه 2 رو انتخاب میکنیم، اینترنت ویژه ارسال میکنیم، دوباره اینترنت نامحدود شماره 2 اونم وارد میکنیم و گفته 1 ماهه. بله 1 ماهه. من چون بسته رو از قبل خریدم دیگه فعالش نمیکنم. باز اینجا نگاه کنید نوشته 1 بامداد تا 11 صبح با مصرف منصفانه میتونید تا 100 گیگ روزانه استفاده کنید برای 1 ماه از 1 شب تا 11 ظهر. این برای کسایی خوبه که مثلا شبانه استفاده میکنن و اینکه بعدش میخوان کلا مثلا بذارن روی دانلود فیلمی دانلود کنن، میذارن دانلود میشه، حتی اگه صبحم دیر موقع بلند شدن تا ساعت 11 وقت دارن که از اینترنت این همراه اول استفاده کنن. سرعت خیلی خوبی داره، خیلی خوبم دانلود میکنه و نامحدوده دیگه. برای استفاده فوق العاده خوبه، برای اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و برنامه‌های دیگه فوق العاده خوبه و استفاده میشه. و اینکه اینجا دیگه گزینه 2 رو میزنید و ارسال میکنید که براتون بسته فعال میشه. بعد از اینکه پیامک براتون اومد یه بار رو حالت پرواز میذارید، یه خاموش روشن میکنید و دیگه از اینترنت میتونید استفاده کنید. این برای همراه اولی هاست. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.